رایگان ولی حرفه‌ای. سلام و درود دوستای قشنگم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. در خدمت شما عزیزان هستم با اولین جلسه آموزشی از دوره بی‌نظیر آواشناسی در زبان چینی. این جلسه فوق‌العاده اختصاص داره به شناخت آوایی کاراکترهای زبان چینی و آموزش کامل تون‌ها. دوستان خوبم به این تصویر لطفاً نگاه کنید. این تصویر از 2 قسمت تشکیل شده و به معنای امروز هستش. میخوایم تو این جلسه با همدیگه بررسی کنیم که کلمه تو زبان چینی به چه شکله. ببین دوست خوب من، کلمه تو زبان چینی کوچکترین واحد زبانیه. کوچکترین واحد زبانی توی زبان چینی کلمه است، مثل آجر که باهاش خونه ساخته میشه. حالا این کلمه مثل این تصویری که شما اینجا دارید میبینید، من براتون اینجا گذاشتم، این یک کلمه است. این 2 تا تصویر در کنار هم دیگه یک کلمه رو تشکیل داده. این کلمه خودش چند تا بخش داره. ببینید براتون اینجا کاملا نوشتم. هر کلمه‌ای توی زبان چینی یه بخش تصویری داره که بهش میگیم کاراکتر. نگاه کن دوست خوبم، این چیزی که دارید میبینید اینجا توی این قسمت، اجازه بدید که براتون خط بکشم. اینجا این بخش تصویری کلمه است یا کاراکتر. پس هر کلمه در زبان چینی یه بخش تصویری داره به نام کاراکتر. توضیح داده بودیم توی جلسه معرفی ساختار زبان چینی که کاراکترها یا تصاویر توی زبان چینی از یک سری خط ساخته میشن. اینها هر کدوم خط هستن. ببین دوست خوبم، این یک خطه، این یک خطه. ما به این خطها تو زبان چینی گفتیم میگیم استروک که هر کدومشون یه اسم داره و یه جهت مشخص برای نوشتن. به این خطوط یا استروک تو زبان چینی میگیم کوچکترین واحد نوشتاری. اوکی؟ پس کوچکترین واحد زبانی در زبان چینی کلمه است. حالا کلمه رو میخوایم بررسی کنیم. یک کلمه توی زبان چینی از چه بخشهایی تشکیل شده؟ خب یک کلمه بخش تصویری داره که بهش میگیم کاراکتر. کاراکترها رو چجوری مینویسیم؟ با یک سری خطوط که به این خطوط میگیم استروک و این استروک ها کوچکترین واحد نوشتاری هستند. و دوست خوب من، به کاراکتر، به لغت یا به کلمه توی زبان چینی میگن خنز. خنز. متوجه شدی دوست خوبم؟ خیلی خوب. این کلمه‌ای که شما دارید اینجا میبینید به جز بخش تصویری یه بخش دیگه هم داره، یه بخش تلفظی داره. گفتیم باید بفهمیم که این تصاویر رو که با خطوط مینویسیمشون چطور خونده میشن. به این بخش تلفظی گفتیم میگیم پینین. پینین رو با استفاده از حروف انگلیسی مینوشتیم. پس نحوه، ببین دوست خوبم نگاه کن، من اینجا برات با رنگ آبی نوشتم توی این قسمت. پس به نحوه نوشتن تلفظ تصاویر، نحوه نوشتن تلفظ تصاویر تو زبان چینی میگیم پینین. پس ما میایم با استفاده از حروف الفبای انگلیسی می نویسیم که این تصویر چطور خونده میشه. اینم بخش دوم کلمه است. پس یک کلمه بخش تصویری داره و بخش تلفظی داره که بهش میگیم پینین. و یه بخش سوم خیلی خیلی مهم دیگه هم هر کلمه داره به نام آهنگ یا تون. توی بخش معارفه یه کوچولو بهش اشاره کردیم که آهنگ یا تون چیه، اما بیا اینجا ببین دوست خوبم، این 2 تا خط نارنجی که داری توی پینین این کاراکتر میبینی ما به این میگیم تون. تون یا آهنگ کشیدگی یا بالا و پایین رفتن صدای ماست وقتی که داریم این کاراکتر رو ادا میکنیم و تلفظش میکنیم. حالا میخوام بهت بگم دوست خوب من، اینا چیه؟ چرا من اومدم این جی رو از آی و ان جدا کردم؟ چرا این تی رو از آی ای ان جدا کردم؟ بذار بیشتر برات توضیح بدم. ببین دوست خوب من، هر کلمه تو زبان چینی از یه دونه یا چند تا هجا تشکیل شده. ببین الان این یک هجا یا بخشه. اجازه بده که رنگ قلممو عوض کنم. این یه هجا یا بخش
و تلفظش هم اینه. میبینی؟ اینم یه هجا یا بخشه. اینم یک هجا یا بخشه و این قسمت هم تلفظشه. اوکی؟ پس کلمات در زبان چینی از تصویر تشکیل میشن، از پینین تشکیل میشن، روی پینین ها تونگذاری میشه و هر کلمه از 1، 2، 3 یا چند تا هجا تشکیل شده. دوست خوبم، هجا واحد کوچیک سازنده کلمه های چینیه. به واحدهای کوچولویی که کنار هم دیگه میان و کلمه چینی رو میسازن میگیم هجا. نگاه کن، الان دو تا واحد کنار هم اومده، 2 تا بلوک، 2 تا آجر کنار هم اومده و کلمه امروز رو ساخته. پس کلمه امروز در زبان چینی یک کلمه 2 هجاییه، 2 بخشیه، 2 قسمتیه که هر قسمت پینین، تلفظ و آهنگ خودش رو داره و همچنین ممکنه که یک معنای مستقل هم داشته باشه. اوکی؟ اما این هجاها از چی ساخته میشه؟ ببین دوست خوبم، هر هجایی از 2 بخش ابتدایی و انتهایی تشکیل شده. به بخش ابتداییش میگیم اینیشیال، این بخش ابتدایی میگیم اینیشیال و به بخش پایانیش میگیم فاینال. یا اینکه یه هجا میتونه فقط فاینال داشته باشه. بیا رو مثالی که برات گذاشتم یکم بیشتر توضیح بدم. نگاه کن دوست خوبم. گفتیم که کلمه امروز از 2 تا هجا تشکیل میشه. این هجا این پینینشه. ببین، جی اینیشیالشه، بخش ابتداییشه و آی و ان بخش پایانیشن. اینیشیال، فاینال. و این قسمت هم همینطور، تی بخش ابتداییشه و آی و ای و ان بخش فاینالشه. این کلمه امروز در زبان چینی اینجوری خونده میشه: جین تین، با این آوایی که من گفتم، با این تونی که من براتون خوندم. ببین دوست خوبم، به بخش ابتدایی آوای اون کاراکتر، به صدای ابتدایی هر هجا میگیم اینیشیال. ما گفتیم که این یه هجاه، یه بخشه که اومده یه کلمه رو ساخته. به بخش ابتدایی، به صدای ابتدایی هر هجا میگیم اینیشیال. ببین وقتی میگم جین دارم صدای ج رو میشنوم دیگه، به این صدای ج میگیم بخش ابتدایی و به این صدا که در ادامه میاد میگیم فاینال یا بخش انتهایی. پس بخش ابتدایی صدا رو بهش میگیم اینیشیال و بخش انتهایی صدا رو بهش میگیم فاینال. دوست خوبم، هر هجا گفتم میتونه اینیشیال داشته باشه و فاینال داشته باشه یا فقط فاینال داشته باشه. ببین، پس هر هجا، هر بلوک، هر آجر توی یک کلمه میتونه اینیشیال و فاینال داشته باشه یا اینکه فقط فاینال داشته باشه. اما بدون که هر کلمه که بهت گفتم بخش تصویری داره، بخش تلفظی داره و از هجا ساخته میشه و آهنگ یا تون داره، تونش رو همیشه در قسمت فاینال میذاریم. اینجا برات نوشتم تون همیشه در قسمت فاینال قرار میگیره. نگاه کن، هر جا که من برات فاینال نوشتم تو تون رو داری اونجا میبینی. اینجا برات فاینال گذاشتم و تو تون رو داری اینجا میبینی. دیدی دوست خوبم؟ اجازه بده که من این قسمت رو یه مقداری خلوت کنم تا تو توی مروری که دارم انجام میدم یه مقداری واضح‌تر و شفافتر و بهتر نکات رو ببینی و کامل برات جا بیفته. گفتم در مورد چی میخوایم صحبت کنیم بچه‌ها؟ در مورد اینکه کلمه توی زبان چینی از چه قسمت‌هایی تشکیل شده. اوکی؟ گفتیم هر کلمه از یک بخش‌هایی تشکیل میشه به نام هجا. الان کلمه امروز رو شما دارید میبینید. کلمه امروز یک کلمه 2 هجایی یا 2 بخشیه. درسته دوست خوبم؟ یک کلمه 2 هجایی یا 2 بخشیه. این بخش اولشه و اینم بخش دومشه. به هر کدوم از این تصاویر میگیم هجا. گفتم هر هجا میتونه 2 بخش داشته باشه، اینیشیال و فاینال یا فقط فاینال. تون یا کشیدگی یا بالا و پایین رفتن صدا
فقط و فقط تو قسمت فاینال قرار میگیره. حالا شاید از من بپرسی خب از کجا فهمیدی که این تونو باید کجا بذاری؟ از کجا تشخیص دادی که این اینیشیال این فایناله؟ دوست خوبم، توی آموزش آواشناسی من دقیقاً میخوام به آموزش همین مباحث بپردازم، یعنی به تو یاد بدم که چه صداهایی چه آواهایی در زبان چینی به عنوان اینیشیال در نظر گرفته میشن و چه بخشهایی چه آواهایی در زبان چینی به عنوان فاینال در نظر گرفته میشن. و توی فاینال ها الان من هم توی این قسمت رو نگاه کن، هم آی هم ان هر جفتشون تو فایناله، اما من اومدم تون رو که یک خط صاف نارنجی رو آی گذاشتم، یا اینجا ببین آی و ای و ان رو هر سهش رو به عنوان فاینال برات در نظر گرفتم. اما چه اتفاقی افتاده؟ اومدم این خط رو به عنوان تون، این خط نارنجی رو ای گذاشتم. از کجا فهمیدم؟ همینطوری گذاشتم؟ نه، اینها اصول داره. ما تو آواشناسی میخوایم همین کارو بکنیم، دقیقاً میخوایم همین رو یاد بگیریم که چه صداهایی در هجاها، در بلوکها، در آجرهای سازنده کلمات، چه صداهایی به عنوان صداهای ابتدایی در نظر گرفته میشن، چه صداهایی به عنوان صداهای انتهایی در نظر گرفته میشن و در صداهای انتهایی یا همون فاینال ها ما رو کدوم قسمت ها میایم تون کلمه رو قرار میدیم. پس ما یک دیکشنری تلفظی داریم به نام اینیشیال ها و فاینال ها. قراره تو آواشناسی اینو یاد بگیریم. یه بار دیگه روی تصویری که با هم دیگه داشتیم مرور کنیم. گفتیم میخوایم بگیم کلمه چیه. دوست خوبم، کلمه تو زبان انگلیسی، تو زبان چینی هر کلمه چند تا بخش داره. بخش اولش اینه که هر کلمه کاراکتر یا تصویر داره. دارید تصویر یا کاراکتر کلمه امروز رو میبینید. این تصویرش که گفتیم این تصاویر یا کاراکترها با استفاده از یک سری خطوطی ساخته میشن به نام استروک. و استروک یا این خطوط چی هن؟ گفتیم کوچکترین واحد نوشتاری هن. به کلمه تو زبان چینی چی میگفتیم؟ میگفتیم خنز. خنز. اوکی؟ حالا این کلمه که از یه تصویر تشکیل شده یک الفبای نوشتاری داره برای تلفظش. یعنی من میام از حروف انگلیسی هم استفاده میکنم برای اینکه بتونم این تصویر یا کاراکتر رو بخونم. اوکی؟ حالا یه بخش دیگه رو این وسط باز کردیم. گفتیم آقا هر کلمه تو زبان چینی از یه سری بخشای کوچیکتری تشکیل میشه به نام هجا. هر هجا میتونه صدای ابتدایی و انتهایی داشته باشه یا اینکه فقط صدای انتهایی داشته باشه. و این تون، آهنگ یا کشیدگی صدا هم که به شدت برامون تو زبان چینی مهمه، گفتیم همیشه همواره در قسمت فاینال قرار میگیره. متوجه شدی دوست خوبم؟ همه چیزایی که اینجا برات نوشتم رو هر 4 بخش رو اینجا داری به شکل شماتیک و تصویری هم میبینی. این قسمت کاراکتر من هستش. این قسمت پینین یا تلفظمه. این نارنجی ها، این 2 خط نارنجی تون منه و گفتم که هر کلمه از 2 بخش یا هجا تشکیل میشه. این یه هجاه، این یه هجاه. هر هجا اومده از یه صدای ابتدایی و یه صدای انتهایی تشکیل شده. گفتیم میتونه یه هجا میتونه که اینیشیال یا صدای ابتدایی نداشته باشه. تو مثال هامون در طول آموزش شما خواهید دید میتونه فقط فاینال داشته باشه و گفتیم همواره تون رو روی فاینال قرار میدیم. اما دوست خوبم بیا در مورد تون ها با هم صحبت کنیم. من کامل کوچکترین واحد زبانی در زبان چینی رو برات توضیح دادم، اما حالا میخوام برم برات تون رو کامل باز کنم ببینیم که تون چیه. دوست خوبم این تصویر رو یادته که من برات گذاشتم توی جلسه معارفمون و یه کوچولو تونها رو معرفی کردم. حالا میخوام تو این قسمت مفصل تر برات تونهای زبان چینی رو توضیح بدم. ما در زبان چینی 4 تون اصلی و 1 تون فرعی داریم. به طور کلی 5 تون داریم، یعنی 5 لحن گفتن داریم. اولین لحن گفتن یا تون 1. ببین دوست خوبم نگاه کن، این 1 و 2 و 3 و 4 و 5 که اینجا هستش رو میبینی؟ 1 2 3 4 5. ببین این 5 سطح سطوح صدای توه. سطح‌های مختلف صدای توه. دوست من تون اول در بالاترین سطح صدای تو قرار داره. نگاه کن اینجا تو این قسمت 1، تو این قسمت. خب این قسمت 1 پایین ترین سطح صدای توه
و اون قسمت 5 بالاترین سطح صدای توه. تون 1 که نشانه اختصاصیش هم داری میبینی، یه خط صافه. تون 1 بالاترین تون صدای توه، جایی که صدای تو نه بالا میره بیشتر از اون و نه پایین میاد. ببین اینجوری نگاه کن، من اینو چجوری میگم؟ میگم ما ما ما. اوکی؟ بالاترین تون صدای منه بدون اینکه صدام بلرزه، بالا بره یا پایین بیاد. اوکی؟ این از تون اول. تون دوم دوست خوب من به صورت یک خط شیبدار به سمت بالاست. میبینی؟ یک خط شیبدار که به سمت بالا میره. دوست خوبم تون 2 رو ببین، سکند تون از میانه تون صدای خودت. ببین از روی 3 تقریبا از میانه تون صدای خودت شروع میشه و به بالاترین سطح صدای خودت میرسه. به این تون تعجبی هم میگیم. ببین دوست خوبم انگار که داری از یه چیزی تعجب میکنی، میگی چی؟ ها؟ ببین صدات میره بالا. اینو چجوری میگم؟ میگم ما ما ما. متوجه شدی؟ پس توی تون اول من روی بالاترین سطح صدای خودم هستم، صدام بالا نمیره و پایینم نمیاد. یک نواخت میگم ما ما. اما توی تون 2 صدای من بالا میره، میگم ما. انگار تعجب کردم. ما ما. اما تون 3 رو ببین دوست خوبم. تون 3 ما نگاه کن، از کمتر از میانه صدا. ببین نگاه کن، از تقریبا نزدیک به 2 شروع کرده، میاد میرسه به پایین ترین سطح صدای خودت و میره به بالا، اما به بالاترین سطح صدات نمیرسه. صدای تو از تقریبا میانه تون صدات میاد پایین و در قسمتی که پایین ترین سطح صداست تارهای صوتی تو به لرزه در میاد و بعد صدا به بالا کشیده میشه. چطوری؟ ببین من اینو چجوری تلفظ میکنم. میگم ما. ببین صدا میاد پایین میره بالا. ما ما. وقتی صدام به پایین ترین سطح خودش رسید تارهای صوتیم به لرزش در میاد. میگم ما ما. شنیدی دوست خوبم؟ خیلی هم عالی. اما تون 4 چیه؟ تون 4 از یه خط شیب داره از بالا به پایین، از چپ به راست. ببین از چپ به راست، از بالا به پایین. بهش تون خشن یا امری هم گفته میشه. نگاه کن تون 4 رو. ببین تون 4 رو با این خط زرد رنگ نگاه کن، از بالاترین سطح صدای تو شروع میشه و میرسه به پایین ترین سطح صدات. اوکی؟ انگار که یه کسی از تو یه چیزی میخواد و تو محکمش میگی نه نه. یا مثلا میخوای به یکی بگی وایستا، به انگلیسی مثلا میگی stop stop. اوکی؟ ببین الان من اینو چجوری میگم؟ ما ما. اولشو انگار محکم میگی ولی صدات میاد رو به پایین. ما ما. اما تون آخر دوست خوبم به تون 5 که هیچ علامتی نداره. دوست خوبم یادته بهت گفتم ما حتما تو هر هجا تون داریم و تون رو دقیقا رو فاینال میذاریم. اوکی؟ اما هیچ کدوم از 4 تا نشانه قبلی رو تو این آخریه نمیبینی، تو این ام و ای که خاکستری رنگ نوشته. این امکان نداره دوست خوب من که ما تون نداشته باشیم در زبان چینی. اگر جایی دیدی هیچ کدوم از این 4 تا علامت نبود بدون منظورش تون 5، بهش میگن تون خنثی. هیچ نشانه اختصاصی نداره. تون خنثی یا نیوترال تون که ببین از میانه تون صدای تو شروع میشه ولی نه بالا میره نه پایین میاد، تو همون میانه باقی میمونه. اینجا برات نشون نداده. پس چی شد؟ از میانه تون صدا شروع میشه، بالا نمیره پایینم نمیاد، تو همون میانه خواهد ماند. دوست خوبم یه جورایی شبیه تون 4، یه کوچولو حالت خشن داره اما تک ضربه‌ایه، صدات قطع میشه اون وسط. ببین مثلا من اینجا تو این تلفظ این پینین آبی رنگ گفتم ما ما،
اما این خاکستری رو اگر بخوام برات بگم میگم ما. ببین کوتاه‌تره، قطع میشه. انگار میخوام بگم ما، اما یکی وسطش صدای منو قطع میکنه و تو کامل نمیشنوی که من بگم ما. میگم ببین ما کوتاه‌تره. اوکی؟ اینم از 5 تا تون. یه مروری با هم بکنیم. گفتیم صدای هر کس رو میایم به 5 سطح تقسیم میکنیم. سطح اول پایین ترین سطح صداته و سطح دوم بالاترین سطح صداته. اوکی؟ فرست تون یا اولین تون یا تون شماره 1 که نشانه اختصاصیش یه خط راسته در بالاترین سطح صدای تو قرار داره. صدات نه بالا میره نه پایین میاد، بالاترین سطح صدای خودته. این طور گفته میشه ما. تون دوم گفتیم نشانه اختصاصیش این خط شیب داره به سمت بالا. از میانه تون صدا تقریبا شروع میکنیم و صدا به بالاترین سطح ممکن خودش میرسه. گفتیم این تون تعجبیه. ما. تون سوم نشانش اینطوریه، مثل یه هفته. دوست خوبم، صدا از میانه تون صدا تقریبا پایین میاد و در قسمتی که به پایین ترین سطح میرسه تارهای صوتی میلرزه و بعد به بالا صدای ما کشیده میشه. اینو چطوری میگیم؟ ما. و تون چهارم بهش میگیم تون خشن یا امری. از بالاترین تون صدا شروع میشه و صدامون به سمت پایین میاد. خیلی قاطع و محکم میگیم ما. و تون آخر یا تون خنثی که بهش نیوترال تون هم گفته میشه بدون هیچ نشانه اختصاصیه. ما از میانه تون صدا شروع میکنیم اما صدامون نه بالا میره نه پایین میاد، همون میانه میمونه. یه حالت خشن داره اما تک ضربه‌ای و منقطع، انگار که میخوایم تون 4 رو بگیم اما صدای ما قطع میشه. ما. ازت میخوام دوست خوبم این 5 تا تون رو خیلی خوب و عالی تمرین کنی، چون از جلسه آینده که ما وارد اینیشیال ها و فاینال ها بشیم به شدت ضرورت پیدا خواهد کرد که شما مسلط شده باشین به این 4 لحن گفتاری در زبان چینی. پس ما به طور کلی این 5 تا لحن به طور کلی این 5 تا لحن رو لطفاً هی تکرار کنید، پشت سر هم 10 بار 20 بار بگید ما. اوکی؟ یه بار دیگه بگم ما. پس این 5 تا لحن گفتاری رو ازتون میخوام که خیلی خوب و عالی یاد بگیرید. ما تو این جلسه کاملا با هم دیگه شکافتیم که یک کلمه تو زبان چینی از چه بخش‌هایی تشکیل میشه، هر بخش رو کامل توضیح دادیم و در نهایت هم در رابطه با آهنگ یا تون در زبان چینی صحبت کردیم. از جلسه آیندهمون دوست خوبم ما وارد بخش اینیشیال ها و فاینال ها میشیم و شما حرفه‌ای تر با آواشناسی در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. دوستان خوبم ازتون میخوام که اگر این آموزش براتون کاربردی بود و به کارتون اومد و نکات خوبی رو ازش آموزش دیدین، کانال رو به دوستانتون و عزیزانتون معرفی کنید تا این زبان به شدت ارزشمند رو کاملا رایگان اما حرفه‌ای یاد بگیرن. مراقب خودتون باشید و بدرود.